هالک سبز دیگه، درسته؟ پس هالک خاکستری و هالک قرمز و هالک شرک و هالک دختر و هالک قرمز دختر و کلا اینا دیگه کیان؟ درود و پنورس، خوش اومدید. امروز قرار با ورژن‌های مختلف هالک آشنا بشیم که صد البته کم هم نیستن. خب با اولین هالک شروع میکنیم که سبز دیگه. البته نه، اولین هالک خاکستری بود. کلا هالک اولش قرار بود خاکستری باشه، ولی چون پرینترهای قدیمی براشون سخت بود رنگ خاکستری رو در بیارن، هر صفحه رنگ هالک یه چیز عجیب غریب در میومد. برای همین رنگش رو به سبز تغییر دادن. ولی با تشکر از پیتر دیوید الان یه توجیه داستانی برای هالک خاکستری داریم. ببینید، بروس بنر از مشکلات اختلال چند شخصیتی رنج میبره، مثل مون نایت. منتها اصلا مثل مون نایت نیست. در حقیقت تمامی درد و رنجی که بروس بنر به عنوان یک بچه کشیده تبدیل به یک عقده و احساس خشم سرکوب شده براش شده و اکثر هالک‌های این لیست هم شخصیت‌های مختلف خود بروس بنر هستن. اولین شخصیت یا پرسونای بروس همون هالک خاکستریه که ریشه در خشم و افسردگی دوران نوجوانیش داره و خب قدرت فیزیکی قابل توجهی هم داره. هوشش در اولین کامیک هالک زیادی پایین بوده، اما به مرور هوشش زیادتر شده. بروس با عصبانی شدن بهش تبدیل نمیشه، بلکه وقتی شب میشد بهش تبدیل میشد. هالک خاکستری اون بخش از بروسه که میخواد تنها باشه و به شدت آسیب پذیره، اما یه حالت آدم سرسخت به خودش میگیره. بعدها وقتی دنیا فکر میکنه که هالک مرده، هالک خاکستری کنترل رو به دست میگیره و میره در لاس وگاس مخفی میشه و در اونجا لقب جو فیکسیت یا فکر میکنم جو کار را بنداز ترجمه مناسبی باشه. آره، این لقب برای خودش انتخاب میکنه و فاز گنگستری میگیره. اصلا اسم جو فیکسیت رو از روی یه فیلم مافیایی که توی کودکی دیده الهام میگیره. هالک سبز که از شماره دوم کامیک‌های هالک معرفی شد، به جای اینکه بیانگر اون دوران سرکشی و تنهایی و نوجوانی بروس باشه، مثل ورژن خاکستری بیانگر خشم دوران طفولیتشه. هالک سبز به شدت از هالک خاکستری وحشی‌تر و غیر قابل کنترل تره. قدرت فیزیکیش بیشتره و کمی از خاکستری خنگ‌تره. این ورژن شایع‌ترین ورژن هالکه و معمولا اگه فیلم یا انیمیشنی دیدین که توش هالک داشته، احتمال قوی همین ورژن بوده. کلا ورژنیه که زیاد استفاده میشه و بروس با عصبانی شدن بهش تبدیل میشه. در کامیک اینکریدیبل هالک شماره 168، بتی راس، دختر ژنرال راس و معشوقه بروس بنر به تشعشعات گاما برخورد میکنه و تبدیل به این موجودی میشه که روی صفحه میبینید. جنیفر والترز دختر خاله بروسه که توی یه درگیری خیابونی آسیب میبینه و بروس یا حالا جو فیکسیت بس ورژن نویسنده بهش اهدای خون میکنه. خود ورژن های شی هالک هم داستان دارن. ورژن اولیه سبز و وحشی بود، اما بعد جنیفر تونست شخصیت خودش رو در حالت هالک حفظ کنه. بعدها برای مقطع رنگش خاکستری شد و قوی تر شد و همینطور وحشی تر. یعنی اگه هالک سبز وحشی و قویه و خاکستری ضعیفتر و باهوشتر، برای شی هالک برعکسه. هالک یه رفیق فاب به اسم ریک جونز داره. در اینکریدیبل هالک شماره 324 ما شاهد بازگشت هالک خاکستری هستیم. هالک و ریک تصادفاً با هم میافتن توی یه سری مواد شیمیایی و هالک سبز برای مدتی به وجود ریک سرایت میکنه. با تشکر از MCU چهره این هالک کمی خراب شده، ولی بازم ورژنی که ارزش اشاره کردن داره. این هالک ترکیبی از هوش بروس بنر و زور هالک سبز و سرسختی هالک خاکستری بود. در اینکریدیبل هالک 377، البته این کاور اصلیه نه این، میبینیم که بعد از یک جدال ذهنی خیلی دراماتیک بالاخره این سه تا کاراکتر هالک، جو و بروس با هم به صلح میرسن و پروفسور هالک شکل میگیره و همینطور برای مدت خیلی طولانی هم پروفسور هالک باقی میمونه و حتی در این حالت با سوپرمن و یه ورژن پیر از خودش میجنگه. بس ورژن پیر شد. مایسترو یه ورژن از یک آینده احتمالی هالکه، آینده‌ای که توش دنیا درگیر جنگ‌های اتمی و اینا شد و الان حاکم دنیا هالکه.
همه قهرمان ها حتی خود بروس بنر مردن و فقط یک هیولای ترسناک و حسابگر داره بر این دنیا حکومت میکنه. حالا چرا گفتم یه ورژن از آینده احتمالی؟ خب چون چند تا ورژن از مایسترو هست و هر کدوم مال یک آینده احتمالی یا بعد موازی هستن و خب همه هالک های آینده هم عین مایسترو نیستن. مثلا هالک 2099 هم مال آینده است ولی داستانش کلا فرق داره. اصلا بروس بنر نیست، اسمش جان آیزنهارته. این یارو در آینده دور خودش رو درگیر ماجرای یه فرقه‌ای میکنه که هالک قدیمی و اصلی رو میپرستن و تصادفاً مورد اصابت گاما قرار میگیره و میشه یه هیولای ونوم مانندی که دارید میبینید. این ورژن مهمه واقعا. ما گفتیم که بروس تو بچگی خشم زیادی داشته. چرا؟ خب باباش یه عوضی بوده که خودش و مادرش رو کتک میزده و از اینجور حرفا. بروس هم همیشه فقدان داشتن یک پدر رو حس میکرده و به خاطر همین موضوع از کل جهان متنفر بوده. حال که شیطانی هم همینه، یه تجسم از خشم بروس بنر نسبت به جهان و صد البته شخصیت محافظ و پدرگونه. این ورژن بعداً به یک چیز خیلی خطرناکتر تبدیل میشه. ما یه نیرویی داریم در جهان مارول به اسم نیروی انیگما، یه نیروی کیهانی خیلی قوی که از میزبانی به میزبان دیگه منتقل میشه. برای مقطعی هم به هالک میچسبه و عملاً همون هالک معمولی خودمونه با قدرت‌های کیهانی و خداگونه. بعد از یک سری اتفاقات گروه ایلومیناتی میاد و هالک رو پرت میکنه تو فضا، چون خیلی برای زمین خطرناکه. هالک اشتباهی تو سیاره سکار سقوط میکنه و اونجا مجبور میشه به عنوان گلادیاتور مبارزه کنه و بعدش به گروه مقاومت علیه رد کینگ میپیونده و در نهایت اونجا عاشق میشه. به نظر پایان خوبی برای هالک میاد، سر و سامون گرفته و مردم این سیاره هالک رو دوست دارن. خب بدون تراژدی و دراما داستان هالک معنا ندارن، تازه مارول هم باید پول در بیاره. به خاطر دوستان عزیز ایلومیناتی سیاره میپکه و هالک هم خشمگین‌تر و عصبانی‌تر از همیشه و هدفمندتر میاد به زمین حمله میکنه و دهن کل قهرمانای زمین رو سرویس میکنه. اون ژنرال راسی بود که بابای بتی بود و کلا همیشه دنبال هالکه. اون یه بار کلا خسته میشه و با یه سری آزمایشات خودش رو تبدیل به یه چیزی میکنه که ازش بیشتر از همه چیز متنفره، یه هالک. رد هالک یه فرق جالب با هالک اصلی داره. میتونه از بدنش انرژی هسته‌ای ساطع کنه که به شدت حرارت بالایی داره، ولی نکته اینه هرچی عصبی تر بشه بیشتر گرمش میشه و ضعیفتر میشه. جا داره بگم راست هوش خودش رو تو این فرم حفظ میکنه. هالک چند تا بچه داره، سکار، هیروکالا، لیرا و زیادن، اما بیشترشون یا مال یه بعد دیگن و برای مدتی اومدن به بعد اصلی یا زیاد مهم نیستن. مهمترینشون سکار که بچه اون بانویه که هالک توی سکار باش ازدواج کرد و بعدش مرد. منتها مثل این که بچه‌شون زنده موند و هالک اینو نمیدونست و این بدبخت توی طبیعت وحشی سکار تنهایی داشته زنده میمونده. این بچه مثل باباش و مامانش خیلی سرگون و قوی و سریع و کامل مثل جنگجوی وحشی فکر میکنه و یه رگایی هم از خاک افزاری خاک افزاری داره. ریک جونز رفیق فاب هالک که بهش اشاره کردم یادتونه؟ بعد اینکه هالک مردمش میمیرن و از سکار به زمین حمله میکنه و اینا، ریک بدبخت توسط گروه شعور اینتلیجنسیا دزدیده میشه و با یه سری آزمایشات تبدیلش میکنن به یه هیولای آبی رنگ که خیلی شبیه ابامینیشنه، یکی از دشمنای معروف هالک، و صد که قابلیت جدیدم میگیره، میتونه نامری بشه. دختر کو ندارد نشان از پدر، حداقل در این کیس خاص. بتی راس هم مثل پدرش تبدیل به یه هالک قرمز میشه. بعد از اینکه بتی میمیره باباش تبدیلش میکنه به یه هالک تا جونشو نجات بده. میدونیم که به احساسات سرکوب شده بروس بنر میگن هالک. حالا کلو دقیقا همین چیزه ولی برای هالک. آره، کلو نماد خشم سرکوب شده و افسردگیه، منتها برای هالک نه بروس. هالک خودش یه موجود نوتراله ولی کلو یه موجود کامل شیطانیه. قدرتش عین خود هالکه ولی تیغه و کمی قدرت جادویی داره. خب قبل اینکه برم سراغ ورژن‌های آخر یه اشاره‌ای هم بکنم به آمادئوس چو که یه نابغه کره‌ای بود که خودش رو تبدیل به هالک کرد. منتها این هالک کنترل شده بود و دوران داک گرین بروس که یه چیز شبیه
همون پروفسور هالکه، ولی پروفسور هالک نیست و اون بخش سرسخت و اینای هالک خاکستری رو نداره. هالک شیطانی رو یادتونه؟ این عملا همونه که بیرون اومده و یه فرم فیزیکی و درست درمون گرفته و چون این هالک ارتباط قوی با در سبز داره که در پایین ترین جایگاه مولتیورس قرار میگیره و عملا یه جور جهنم کیهانیه، نامیراست و نمیمیره. یعنی شما این بشر رو قطعه کنید باز هم زنده میمونه و هیچ جوره نمیشه کشتش. این هالک باز هم در یک آینده احتمالی تبدیل به یک خدای کیهانی میشه و جهان رو نابود میکنه. میشه گفت خیلی ورژن پرپتانسیلیه چون به شدت بیرحم و باهوشه. و این هالک خاکستری یا قدیمی هم فقط شبا بیرون میاد. در نهایت هالک کلی ورژن دیگه هم داره، مثل تایتان هالک و هالک جهنمی و کلی از این ورژن ها، ولی مهم‌ها همینا بودن. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه تونستید حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و تا درودی دیگر بدرود.